برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد با شما هستم. امروز درباره عوف گپ میزنیم. عوف چی؟ عوف اقتصادی. حالا این عوف چه عوف است در دوام برنامه خواهید شنید. حالا باشد شما خواهش میکنم تکمه لایک را پخش کنید، با کانال یوتیوبی ما آبونه شوید و پیوند این نوا را به دوستانتان فرستید. ما باشیم با کمال میل برنامه را آغاز میکنیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون عوف را قبول کرد که بعد تصویب مجلس ملی و امضای رئیس جمهور مورد اجرا قرار میگیرد. قبلا در پیام سالانه اش به پارلمان رئیس جمهور امامعلی رحمان قبول این قانون را وعده داده بود و اینک وعده اجرا می شود. بله. با در نظر داشت عنعنه قبول قانون در تاجیکستان می توان با اطمینان این قانون را قبول شده حسابید. مقامات امیدوارند که قبول این قانون امکان ورود یا بازگشت سرمایه به کشور را تامین می کند. حاکم خالقزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان که روز 30 ایون طرح این قانون را در پارلمان معرفی میکرد گفت که هدف از قانون عوف اموال فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب مبلغ‌های شهروندان به اقتصاد ملی، تامین نمودن شفافیت، کاهش دادن حصه اقتصاد پنهانی، بازگردانی دارایی‌ها و مبلغ‌های شهروندان به اقتصاد ملی میباشد. مقصد قانون مذکور فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی، تامین نمودن شفافیت، کاهش دادن حصه اقتصاد پنهانی، بازگردانی دارایی‌ها و مبلغ‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان به اقتصاد ملی، فعال نمودن سرمایه‌گذاری برای رشد صاحبکاری مقرر گردیده است. دقت داده ایستاده درباره پول‌های پنهانی هم گپ رفته ایستاده است. این پول‌های پنهانی چه پول‌های پنهانی بودند که به اقتصاد ملی پیشرفتش مساعدت می‌کردند؟ دقت دهید. یک به یک انشالله گفته می‌گذاریم. قبلا حکومت به خاطر جلب مبلغ‌های مهاجران برای رشد کشور نقشه چاره‌بینی ها آید به عملی گردانی کنسپسیا درباره جلب هموطنان برون مرزی همچون شریکان رشد کشور برای سالهای 2021-2025 تصدیق کرده بود. در این باره ما مخصوص برنامه داشتیم. حالا شما می توانید کانال یوتیوبی پیام تیوی را پیگیری کنید، میابید در این باره. با در نظر داشته این که هدف از هر دوی این تصمیم جلب مبلغ به اقتصاد است، می توان تخمین زد که آنها جزء یک برنامه اند. یک برنامه در یک بار ریخته شدگی است. اما کارشناسان به این نظرند که هیچ عوف نمی تواند شهروندان تاجیکستان را وادار به برگردانیدن مبلغ‌هایشان به کشور کند. چرا؟ به اندیشه کارشناسان سرمایه‌داری که از او دعوت می شود دارایی‌اش را به تاجیکستان برگرداند چون که عوف شده است، حتما در این باره اندیشه می کند که آیا برگردانیدن مبلغ سرمایه به نفعش است، فایده می کند یا در خارج بودنش. بله؟ وقتی که یک نفری که در خارج پول دارد از حکومت تاجیکستان دعوت شده است که پول را بیار اینجا، سرمایه را بیار، این نفر سرمایه دار اول فکر میکند که همین سرمایه را به تاجیکستان آوردن فایده میکند یا نه آوردن. بعد برگردانیدن سرمایه به تاجیکستان چیکار میکند این پول ها را در تاجیکستان؟ ببینید، فرضاً شما در خارج 10 میلیون دلار پول دارید یا سرمایه دارید. حتی اگر
غصب‌های ریدری تجارت‌ها در کشور را از طرف دامادها و فرزندان رئیس جمهور به نظر نگیریم، اگر گوییم که آنها خیلی به آداب شدند، خیلی به انصاف شدند، دیگه به چشمی حریصانه به کیسه مردم نظر نمی کنند، دیگه مردم را غارت نمی کنند، تاجران را غارت نمی کنند، گفته این خیلی اگر خوشگمان شویم، حالا ببینید در 90% کشورهای جهان بیزنس و سرمایه‌داری از تاجیکستان آسان‌تر است. یعنی انداز و تفتیش و تعقیب کمتر، درآمد و کفالت حفظ سرمایه بیشتر است. در تاجیکستان همین چیز برعکس. با سرمایه شما هیچ کفالت نیست، یک خیل شما رو مقامات تعقیب بکند. از انداز خلاص شوید این نهاد می بیاید، از این نهاد خلاص شوید ویش می بیاید. در همین حالت شما که در یک خارجه مبلغ دارید، شما که در خارجه مبلغ دارید، سرمایه دارید، تجارت دارید، در آنجا که اینقدر شما را مقامات اندازگر رنگ نمی کند، مقامات حکومت رفته شما را بعد استقلالیت پولته نمیگوید، به این پولته، به نوروز پولته نمیگوید، به تعمیر راه پولته، به مکتب پولته، به دیدسد پولته نمیگوید. آیا شما راضی میشوید تنها به خاطر وطن دوستی و سهمگذاری در رشد کشور سرمایه‌تان را به کشور برگردانید؟ در همین حال حالا تماشابینان عزیز مرا نادرست نفهمید. وطن دوستی خوب است، بله، وطن دوستداری خوب است، اما بیشتری صاحبکاران قبل از آن که وطن دوست باشند تاجرند. حالا همین فشار تاجیکستان صدها تاجر تاجیکستان را از تاجیکستان گریزاند، آنها رفتند در کشور همسایه ازبکستان تجارت های خود را باز کردند، شرکت های خود را باز کردند. هزارها تاجران موافق ما تاجیکستان را ترک کردند، در روسیه فعالیت میکنند یا در ترکیه فعالیت میکنند. به خاطر چی آنها بیرون رفتند؟ به خاطر آنکه وطنشان را دوست نمیدارند؟ نه، به خاطر آنکه تجارت در تاجیکستان مشکل است، در اون کشورها آسان تر است. یعنی وطن دوستی چیزی دیگر است. تاجر اول درباره سرمایه اش فکر میکند، بعد درباره شعارهای مثل وطن دوستی. البته حالا در تاریخ تاجیکستان ما دیدیم افراد انگشت شماری هم هستند مثل زید سیدوف که برعکس اندیشه میکنند، اما با این یک دو نفر مثل زید سیدوف ها نمی شود در اقتصاد کشور کمک کرد. کفالت حفظ سرمایه و بیزنس، شفافیت، انداز سبک، نبودن دخالت دولت و دولت مردان به کار صاحبکار، آسانی بردن بیزنس و غیره سرمایه را جلب میکند. بله، اما او این کار را کرده نمیتواند. با او شما نمیتونید تاجر را فریب کنید. او تنها زمان در خور است که این چیزها وجود داشته باشند. یعنی اول این شرایط را فراهم میکنید، بعد مسئله او را در میان میگذارید، نتیجه میدهد. ببینید طبق تحقیقاتی که سازمان‌های بین الملل هم انجام دادند، بیشتری سرمایه از تاجیکستان به خارج برده شده به منصبداران تعلق دارد. به منصبداران. از دارایی‌های منصبداران اعضای خانواده رئیس جمهور و نفران نزدیک به آنها در خارج و آفشورها معلومات زیاد نشر شده‌اند. اما
از اینکه کدام صاحبکاری تاجیک در خارج بیزنس بزرگ یا در آفشورها پول داشته باشد تا حال معلومات دسترس نیست. فقط از اولاد رئیس جمهور. همچنین در داخل کشور صاحبکاری کلانی که به خانواده رئیس جمهور یا منصبدار بلندپایه نزدیک نباشد وجود ندارد. یعنی هم منصبدار بودن و هم تاجر کلان بودن این خاص یک عائله است. عائله رئیس جمهور امام علی رحمان. دیگر هیچ کس نمیتواند این طور باشد. پس این عوف به کی نگرانیده شده است؟ به کی؟ در گمان است که حکومت این را نداند. میداند، مثل این 5 پنجه میداند. از این میبراید این عوف به همانهای نگرانیده شده است که در خارج و داخل سرمایه دارند. سرمایه یعنی منصبداران. اما اینجا هم چند اما هست. اما اعضای خانواده امام علی رحمان به هیچ عوف نیاز ندارند، چون طبق قانون درباره پیشوا از هر تعقیب قانون آزاد هستند. هیچ کس آنها را حق تعقیب کردن ندارد. ایمونیتت دارند. حتی اگر این قانون هم وجود نداشت کسی جرأت نمیکرد از آنها بپرسد که مثلا 100 میلیون دلاری که از خارج آوردی از کجا پیدا کردی؟ کی میپرسد اینها را؟ هیچ کس. در گمان است منصبداری که از رشوه و دزدی پول بودجه سرمایه جمع کرده است با یک عوف حاضر شود سرمایه‌اش را به تاجیکستان برگرداند. چرا؟ آخر میداند که پیش از همه سری دزدی هایش پیش مردم افشا می شود و خودش که در همین دیگ پخته است و از طبیعت سیستم آگاه است، از حجم ریسک هم به خوبی آگاه است. ریسک کلان نهایت. هوی پول آوردگی ها تقدیرشون چی شد؟ در تاجیکستان سرمایه‌دارها وضعیتشون چی خیلی است؟ پول را به تاجیکستان می آوردگی منصبداری پوره ها را جمع کرده به خارج برده جمع کردگی فکر میکند. صدها منصبدار سر از مرادالله علی مردانوف تا کرسی نشینان سطح ناحیه در پست خود سرمایه داری در کشور را تجربه کردند. بله، علی مردانوف، بیچاره علی مردانوف که یک زمان از شریکان تجارتی امام علی رحمانوف بود، تمام مهمانداری های امام علی رحمان را سرمایه گذاری میکرد. امروز حالش چی است؟ برای متلاشی شدن به گرگان خانواده رئیس جمهور داده شده است. طبق معلوماتی که ما داریم، علی مردانوف و خانواده اش حق بیرون شدن از کشور را ندارند. برای چی؟ برای اینکه به تخمین ما بعد غصب تمام دارایی هایش یک کت، چی میگن کراوات، در همسایگی زید سیدوف را علی مردانوف صاحب می شود. امام علی رحمان بارها از منصبداران دعوت کرده است دارایی های خود را در رشد اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند. حالا همین کار چند بار مجبوری هم صورت گرفته است. چندین بار مجبوری هم صورت گرفته است. دلیل میخواهید؟ مثال
2 سال پیش یادتون هست منصبداران فرمان گرفته بودند که در زادگاه هایشان مکتب کودکستان و بنگاه های طبی بنیاد کنند. یادتون هست بیشتری وزیران سر از سیمومین یتیموف، رمضان رحیمزاده، نورالدین سعید و حتی بیگ صبور که قصه قارشکانبه را نقض میداند، از خود وطن دوستی نشان داده هر یکشان انشاءات های بنیاد کردند. نورالدین سعید حتی چند کیلومتر راه هم بنیاد کرد. وزیر معارف بود. نورالدین سعید وزیر معارف بود. وزیر معارف چند کیلومتر راه را منفرش کرد. یادم هست ما در این باره برنامه کرده بودیم. چند کیلومتر راه را منفرش کرد. ما حتی به حساب میانه حساب کرده بودیم که 1 کیلومتر راه 700-800 هزار دلار آمریکایی مصرف دارد برای منفرش کردن. آنهایی که خاک را به موم آمیخته کرده راه را منفرش کردید او حساب نه. منفرش شکی نورالدین سعید کرد 700-800 هزار دلار مصرف داشت. این پول را از کجا یافت؟ این پول از کجا پیدا شد؟ برای آن که غیر قانونی تجارت داشت. برای چه غیر قانونی میگویم؟ برای اینکه منصبدار حق تجارت کردن نداشت. با اینها یعنی با کماندش جنایتکاری را خود امام علی رحمان اجازه داده بود. برای همین گفت که از او مبلغ های جمع آوردگیتون کم کم کار کنیتون که مردم بیند کماند رو یک کارش رو نشان بدهیم که کم کم اگر کار نشان داده نیستیم کارمون بزیب می شود وضعیتمون. ببینید جنایتکارها چقدر خودشان رو شیرین کرده نشان میدهند. مردم اینها را دست پیش بر پیشواز میگیرد و پیشوا میگوید و جناب میگوید. های با غصب ریدری بیزنس های کلان میانه و کمتر شدن شمار صاحبکاران وطن دوست که اختیاراً انشاءات بنیاد میکنند با سرعت کم میشود. اینها یک کردن گذشتن. حالا خودی شخصانی که اختیاراً میگویند این خیلی اختیاریان هم تعدادشون کم شده رفته ایستاده است. برای اینکه آنها فقط در رسانه میخونه که اختیاریان، در اصل باشد آنها را خیلی مجبور کرده هستند. حالا یکی از سبب‌های به منصبداران رسیدن نوبت وطن دوستی هم همین است. برای غصب‌های ریدری شمس الله و ظریف بیک و جمال الدین نیز صاحبکاری و شرکت باقی نمانده است. به این نهنگان تهمه‌های نوبتی لازمند، اما منصبداران نمیتوانند جای صاحبکاران را پر کنند. امکان دارد با قبول قانون عفو منصبداران غیر رسمی فرمان خواهند گرفت که یا دارایی‌هایشان را برگردانند و یا منتظر تقدیر علی مردانف باشند. خود علی مردانف هم میتواند با شرط باقی ماندن در آزادی مجبور شود که تمام دارایی‌هایش از خارج برگردانیده شود. ببینید حالا قصه همین. اما قانون عفو شامل بخش‌های دیگری هم هست. در همین قانون عفو که قبول شد بعضی بخش‌های دیگری هم هست. طبق آن سنگ و متال‌های قیمت‌بهایی که در حدود تاجیکستان بدون رعایت طلبات قانونگذاری استخراج شده اند بعد حسابات به مقامات عفو می شوند و مالکش می تواند رسما به فروش گذارد.
البته تمام کانهای سنگ و متال های قیمت بها نیز از جانب خانواده رئیس جمهور غصب شدند و کمتر کسی حق دارد به آن مکانها نزدیک شود. ولی در دست مردم به خصوص ساکنان ولایت بدخشان سنگ های قیمت بهای وجود دارند که غیر رسمی استخراج شدند. اکنون در گمان است که مالکان سنگ های گران ارزش به مقامات باور کنند و دارایی هایشان را رسمی کنند. اما آنهایی که چنین دارایی هایشان چندان زیاد نیست می توانند از چنین فرصت استفاده نمایند. این هم هست. اما بدون فساد و پرداخت پاره و رشوه صورت گرفتن این کار هم از واقعیت دور است. به هر حال این حالت می تواند تفسیر ناراضگی به وجود آمده در بدخشان را از عملکردهای چند سال اخیر حکومت کمی کاهش دهد. کمتر حکومت را به بدخشانی ها شیرین کند. اینش هم هست. حالا عوف دیگری که ظاهراً با همین هدف، یعنی پایین بردن شدت ناراضگی مردم از حکومت گرفته شده است و همچنین به بیشتری مردم دخل دارد، عوف مال و ملک غیر منقول خودسرانه ساخته شده شخصی یا در فعالیت صاحبکاری استفاده شونده می باشد. یعنی چی؟ یعنی همین زمین های نزد حولگی که با پاره گرفته شدگی است، بعضی بناهایی که از این نهاد خریده شدگی است، نهاد دیگر او را غیر قانونی دانسته شده است. مثل همین حجم این گونه اموال و خودی همین مسئله قانونی گردانی آن واقعا خیلی بزرگ است. از یک طرف اگر قبول این قانونی به خاطر دادن کلچه قند به مردم باشد، از طرف دیگر مسئله از کنترل حکومت خارج شده است و با راه قانونی حل کردن آن دیگر تقریبا امکان ندارد. اکنون به خاطر فساد گسترده در این ساحه و مانعه‌های زیاد برای گرفتن اجازت ساختمان، مشکل از سال به سال گذشته خیلی بزرگ شده است. برای مثال، برای گرفتن اجازه ساختمان شهروند باید به ده‌ها اداره سر زند که در همه‌اش از او پول طلب میکنند. رشوه، حجم رشوه ها هم در سطح است که ساختمان را از نگاه اقتصادی بی‌معنی میکند. بنابراین شهروند چرا اختیار میکند؟ دادن رشوه به یک منصبدار و ساختمانش را غیر قانونی بنیاد میکند. مشکل دیگر در این ساحه نبودن هماهنگی بین مقامات دولتی می باشد. یکی ساختمان را در مکان قانونی می حسابد، اجازه می دهد، دیگری منع می کند. یکی به شهروند زمین می دهد، انیقترش می فروشد، پاره را می گیرد، را می دهد، دیگری می بیاید، دیگر نهاد می بیاید، اون را غیر قانونی برآورده به دولت بر می گرداند. خانه پشتک باشد با اکسکواتور چپ می کند. چقدر صاحبان خانه بیخانه شدند، خانه هایشان را با اکسکواتور چپه کردند. این نهاد به آنها زمین داده است، نهاد دیگر آمده چپه کرده است. ببینید، بعد برمیگردونند، باز دیده می شود که چند پس عیناً همین زمین به کسی دیگر فروخته می شود. حالت های هم وجود دارند که یک زمین به 4-5 نفر رسما داده شده است. کشیده میگیرند به اینش میدن، از وقت کشیده میگیرند یک زمین 4-5 مراتب بیزنس شدگی. اکنون چیکار کرده این رو سر کلابه‌اش رو بیابند؟ هیچ کار. برای حل قانونی تمام این گونه حالت ها سالها لازم است. بنابراین آسانترین راهش برای حکومت همین عوف است. عوف است که از یک طرف مشکل را حل میکند، از طرف دیگر تفسیر ناراضگی های مردم را که 2 سال آخر با شدت رو به افزایش است
کمتر میکند. البته فرصت خوبی برای رشوه‌خوران هم فراهم میکند. با استفاده از این حالت کیسه ها را فربه میکنند. انا برای همین هم تماشابینان عزیز قبول این قانون عفو از یک طرف نظر فریبی مردم است و از طرف دیگر قانونی گردانی مالهای دزدی عائله است. با همین راه همه مالهای دزدیده به بیرون برآوردهشان را خودشان قانونی میکنند و از جانب دیگر منصبدارانی که از اینها پیروی کرده، از پیشوا پیروی کرده این کار را کرده اند، مجبور می شوند که دارایی هایشان را به تاجیکستان برگردانند، وگرنه تقدیر مرادعلی علی مردانوف در آنها تکرار می شود. انا همین قدر. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. امیدوارم معلومات مفید برایتان داده باشیم و امیدوارم این برنامه های ما پسند شما است و نشانه پسند شدنش این است که حتما شما تکمه لایک را پخش میکنید و برنامه های ما را پیگیری میکنید. این برنامه های ما هم در رادیوی پیام صدا میدهند و هم در تلویزیون ماهواره پیام تیوی توسط ماهواره ایتلسات 7B پخش می شوند. ما را پیگیری کنید. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net